اصلا این که یک حکومتی بتونه مردم ایران رو فقیر نگه داره هنره. اصلا باید تو گینس ثبت بشه چطور جمهوری اسلامی ایران رو فقیر کرد. چون این کشور خاکش ثروته، نمکش ثروته، سنگش ثروته. آخه شما مگه میشه جایی از دنیا رو پیدا کنید که همون روز بتونید برید اسکی کنید رو برف، با 1 ساعت پرواز، 1 ساعت و نیم پرواز برید اون سمت تو دریا شنا کنید؟ 4 فصل. ببینید شما اروپا حتما تشریف بردید، ما پدیده 4 فصل پدیده منحصر به فردیه. شاید جزء معدود جای دنیاست. ایران و ایالات متحده آمریکا، یکی 2 کشور دیگه. بهار تابستان، پاییز زمستان. شما تو اروپا فقط 2 تا فصل دارید، یه کمی گرمه، بقیه‌اش خنک و سرده. این کشوری که از هر چیزش میشد پول در آورد، از جاذبه‌های گردشگریش، از منابع کانی و نفتی. کشور آمارهای رسمی میگه از 80 میلیون 60 میلیون نزدیک خط فقرن. واقعا بی‌نظیره.